امروز 8 فوریه 2025 این جایی هم که ما اومدیم، یعنی حالا من زندگی میکنم، برف اومده، هوام سرده که هم. امروز میخوایم صحبت در مورد فارکس بکنیم به یه زبون ساده. این اولین ویدیویی که من برای این کانال دارم میسازم. ببینیم فارکس چیه. یه جوری هم بگم که کسی که هیچ اطلاعاتی در مورد تجارت، ترید، چه میدونم فارکس، بورس نداره، خیلی راحت بفهمه فارکس چیه و بتونه به زبون خیلی واضح این بفهمه این فارکس که میگن چیه. خب ببینید، شما فرض کن 850,000 تومان پول داری. پولت هم به ریال ایرانه، یعنی مثلا 8 میلیون نیم. حالا ما میگیم 850,000 تومان. خب چیکار میکنی؟ میخوای ارزش پولت از بین نره. چیزی که همه ما حدوداً میدونیم اینه که میتونی مثلا بری اینو تبدیل بکنی فرضاً به دلار. دلار امروز چقدره؟ 85 تومن. تو میدونی 89 تومنه. حالا فرض کن میگیم 85,000 تومن. میری صرافی، کاری که الان تو مثلا میدون فردوسی همه انجام میدن دیگه. میری صرافی 850,000 تومن میدی، چقدر بهت میده؟ 10 دلار آمریکا. چرا؟ چون هر دلار 85 تومن دیگه. خب بعد خب 10 دلار خریدی و خوشحال و خوشنود میای خونت. یه هفته بعد میگذره، دلار میشه چقدر؟ فرض کن میشه 90 تومن. دوباره بلند میشی میری همون صرافیه، 10 دلار تو میدی، چقدر این دفعه میده؟ 900,000 تومن. توی این معامله تو چقدر سود کردی؟ 50,000 تومن. حالا فرض کن یه اتفاقی بیفته، دلار بیاد پایین بشه 80 تومن. این دفعه صرافی چقدر بهت میده؟ به جای 900 تومن 800 تومن بهت میده، چون دلار اومده پایین دیگه. این تو 50,000 تومن ضرر کردی. یعنی تو چیکار کردی؟ تو بین این تومن یا ریال به دلار خرید و اینا رو به هم تبدیل کردی، این وسط سود یا زیان کردی. درسته؟ فارکس همینه، فقط فرقش اینه ریال ایران یه ارز ضعیفه دیگه تو دنیا دیگه. تو فارکس این تغییرها رو با چی انجام میدن؟ با ارزایی که اهمیت دارن. مثلا بین دلار امریکا با پوند انگلیس، دلار امریکا با یورو، دلار امریکا با ین ژاپن. حتی میتونیم بگیم اینم جزو فارکس حساب بکنیم، دلار با طلا. یعنی شما دلار داری، میری طلا میخری، بعدن طلا میره قیمتش بالا، میفروشی. خب یا اینکه طلا داری، یا اینکه اینوری قضیه رو میتونیم حساب بکنیم. تو مثلا فرض کن پوند داری، مثلا یکی از دوستات از مسافرت اومده بهت پوند داده، بعد به جای سوغاتی گفتم من به پوند انگلیس میدم. میری صرافی، به صرافی میگه آقا من اینقدر پوند دارم، این پوندو بگیر به من دلار بده. این هم امکان داره دیگه. حالا فرض کن هفته بعد قیمت پوند بیاد پایین، تو در واقع چیکار کردی؟ تو سود کردی، چون پوندتو به دلار تبدیل کرده بودی، نسبت بین دلار و پوند تغییر کرده. تو از این تغییره میتونی یا سود کرده باشی یا زیان دیگه. خب این دقیقاً این کاری که فارکس انجام میده. این هیچ چیز خاص دیگه ای نداره، فقط و فقط همین. مهمترین چیز چیه تو فارکس؟ یعنی فرض کن بخوای همین بین تومن و دلار حساب بکن، مهمترین چیز چیه؟ این که ببینید هفته بعد دلار میره بالا یا میاد پایین. اگه ما میدونستیم چقدر خوب بود، میتونستیم مثلا پیش بینی کنیم، نمیدونم از آینده مثلا خبردار بشیم. برده بودیم دیگه. این کارو تو فارکس دو جور انجام میدن که میان پیش بینی میکنن هفته بعد مثلا فرض کن دلار میره بالا نسبت به پوند یا میاد پایین، طلا میره بالا یا میاد پایین. یه جوریه که ما هممون میدونیم، مثل خبر. مثلا فرض کن میریم خبرها رو میخونیم، میگیم دونالد ترامپ میخواد چیکار کنه، میخواد فلان قانون رو بذاره و اگر این قانون رو بذاره احتمالاً دلار میره بالا. یا اینکه مثلا میخواد فلان اتفاق بیفته دلار میاد پایین. این از رو خبرها اینو میفهمیم. به این میگن از طریق پیشبینی قیمت، پیشبینی اتفاقات آینده از فاندامنتال.
فاندامنتال. خب چه تلفظی، فاندامنتال. خب یه نوع دیگه هم هست که اینو مثلا این دیگه جدیده، علالقاعده هیچ کس نمیدونه، بهش میگن تکنیکال. یعنی چی؟ اصلا یه قاعده و قانون پیدا کردن خیلی جالبم هست. مثلا میگه که یه نمونه تو این چارتای دلار، چارتای بورس و اینا دیدین، خط که الان تصویرش هم اینجا داریم. مثلا یه قانون هست میگه ببین اگر دیدید قیمت دلار فرضاً نسبت به پوند رفت بالا، بعد اومد پایین، بعد دوره به همون اندازه رفت بالا، 60% احتمال داره قیمت دلار بیاد پایین. اصلا کاری به خبر و اینا نداریم ما. رفتن یه قاعده‌ای در آوردن روی تمام آمارا و احتمالایی که از سالهای قبل اتفاق افتاده و فلان، فهمیدن که این بازار همیشه این کارو میکنه. وقتی همیشه نوا بهتون میگم چقدر، مثلا در چه احتمالی. میگه که آقا ما فهمیدیم وقتی قیمت دلاری، من یه بار دیگه اینو تکرار میکنم، بره بالا، بعد دوباره یه ذره بیاد پایین، بعد دوباره همون اندازه که اومده پایین دوباره بره بالا، 60% احتمال داره این قیمت دوباره بیفته پایین. پس ما میتونیم از طریق این قوانین چیکار کنیم؟ یه پیش بینی بکنیم که میگن 60% احتمال داره بیفته پایین، 40% احتمال داره بره بالا. ما در واقع تمام سودمون اینه که اون 20% احتمال نیست بیشتر میشه، 60 با 40 20% تفاوت داره دیگه. ما از این تفاوت احتمال سود میکنیم. یعنی ما فرضاً وقتی چه این چیزی میدیدیم میگیم که خب پس 60% میاد پایین دیگه، پس من برم چیکار کنم؟ تبدیل بکنم دلارمو فرضاً به پوند. خب احتمال داره 40% بره بالا، ولی در دراز مدت شما در واقع مثل یه قماربازی هستی که میری قمار میکنی ولی احتمال بردت به باختت 60 به 40. و چه اتفاقی میفته؟ 100% شما در دراز مدت پولدار میشی. به این میگن تکنیکا، به این قوانین. حالا مثلا هزاران قانون وجود داره که یواش یواش قدم به قدم هم ما تو این کانالا میگم، همین که دیگه یواشاش خودتون جای دیگه هم میتونید بخونید به دست میارید. به این میگن تحلیل تکنیکال. به اون قبلیه میگفتن تحلیل فاندامنتال، یعنی از روی خبرها شما این اطلاعات رو به دست میارین. خب اون یه ذره سخته. ببینید وقتی دلار ایران بود، بین تومن ایران با دلار امریکا بود، ما هم یاد گرفتیم. میدونم اونم سخته، ولی مثلا میریم خبرها رو میخونیم، هم سخنرانی‌ها رو گوش میدیم، حدس میزنیم چی میخواد بشه. ولی حالا فعلا بین دلار امریکا و پوند انگلیس مثلا شما چجوری میخواد بفهمی آیا مثلا اقتصاد انگلستان داره ضعیف میشه، دلار میره بالا؟ میدونید چی میخوام بگم؟ هستن خیلی هستن این کار میکنن، ولی خب کار سخت‌تره. ما تا یه حدودی از فاندامنتال استفاده میکنیم، ولی اون یعنی فورس قضیه‌مون، اتکای اصلیمون به چیه؟ به تکنیکاله. این آنچه بود که در مورد فارکس باید میدونستید. فقط چند تا مطلب خیلی کوچیکم بگم. یکی این که کلن آدما اولین سوالی که براشون پیش میاد معمولا اینه، میگن خب ما تحریمیم، این خرید و فروش پوند و دلار و این حرفا رو ما با این وضعیت تحریم چجوری میخوایم انجام بدیم تو ایران؟ که این ببین الان میلیون ها نفر هستن دارن این کار تو ایران انجام میدن. یعنی اصلا شما احتیاجی نه به کار تحریم داری نه به هیچ چی کار نداری. یه صرافیایی هستن که اصلا کارشون اینه، تو همه جا هستن، یعنی تو تمام ایران پخش شده. کارشون میگه یا تو برو ترید بکن، این چنجینگ پولت با ما، اینا یه سودی برمی‌دارن. مثلا همون که شما دلار هم بخری، اون صرافی پولی از اون وسط برمی‌داره دیگه، میاد تقریبا میگه آقا این کارمزدمه. این کار یعنی اصلا نگران این نباشین. دومی چیزی که معمولا به ذهنشون میاد میگه که چجوری ما اینو باید چیز بکنیم، بریم ثبت نام بکنیم، نمیدونم چجوری باید بریم توی کجا اصلا باید شروع کنیم، کدوم سایت بریم، مثلا تا بخوایم شروع کنیم ترید کردن کجا بریم، مثلا سابمیت بکنیم، رجیستر بکنیم. این همه اینا کلا یه روز بیشتر وقت نیست، وقت از شما نمیگیره کل این کمتر از یه روز. چون تو ایران هستیم بعد وی پی ان وصل بکنیم مثلا، از این کارا میشه کلا پرش یه روز، یه نصف روز تمومه. یه بار انجام بدین دیگه هم 100 بار میتونین انجام بدین.
یعنی اصلا نگران این نباشین. اصلش اینه که یاد بگیرین که اون قوانین تکنیکال چجوری میره، قیمت میره بالای میره، اصلش اونه. یه مورد آخرم که آخرین مطلب، یکی مونده به آخر این مطلب این ویدیو میشه، اینی که حالا اینو من تو ویدیوهای بعدی قشنگ بیشتر بهتون کامل توضیح میدم. یادتون باشه اگر دنبال این که بگین آقا یه روزه پولدار میشیم، یهو پولدار میشیم با ترید، نمیدونم در 3 دقیقه میلیاردر شوید، در 4 روز وارد موناکو بشید میلیاردر، اینا همه چرت و پرته، اینا همه بی ربطه. یعنی اصلا اینا رو کلا بذارین کنار. درصدش اینه که بگیم چند درصد احتمال داره ما یه فامیل دوری داشته باشیم که بعداً بفهمیم که مرده میلیاردر بوده، همه پولشو به ما ارث داده. اگر این درصد اونو بدونیم مثلا 1 میلیاردیوم، اینم اینطوری میتونید بگید ما 1 میلیاردیوم یه روز پولدار بشید. مثلا اینا رو بس کلا از فکرتون بندازین بیرون. تنها چیزی که ترید داره، اگر با یه نظم و قاعده و یه اراده خوب شروع کنین کار کردن قدم به قدم، اینو میشه 100% گفت. 100% شما پولدار میشید، خیلی هم پولدار میشید. ولی مهمه اینه که با یه قدم به قدم، با یه اراده خوب و این که دیگه خسته نشین. اینا رو همه رو من تو ویدیوهای بعدی توضیح میدم، چون اینا رو خودم واقعا برام اتفاق افتاده. مطمئنا میتونید پولدار بشین. یکی از مسیرهای راحت پول درآوردن از چه لحاظ؟ از برای اون کسایی که هیچ پول ندارن، هیچ در واقع اکسپریانس، تجربه کارهای دیگه ای ندارن. این مسیر خیلی خوبه. اگه شما یه بچه پولداری یا آقازاده‌ای، نمیدونم بابات میلیاردره، فلان، اساس وارد این جریانا نشو، حیفه. تو برو همون مسیری که میتونی داری پول در میاری بری، به نفعته. این بیشتر برای کسایی که خب مثلا میگه آقا من خیلی تجربه آنچنانی ندارم، نرفتم مدرک آنچنانی ندارم، درس فلانی نخوندم که الان بخوام پول در بیارم. حتی تو ایران، چون تو ایران در یه لحاظ خیلی خوبه، شما دلار در میاری. میدونی چی بخوام بگم؟ مثلا $300 تو ایران خیلی فرق میکنه با $300 تو کانادا یا امریکا. یعنی تازه بعد تو اونجاها مالیات و اینا بدی، تو ایران از این خبرها هم تازه نیست. یعنی به خاطر همین تو ایران خیلی بهتر شما کارتون میبرید جلو. و مطلب آخر این ویدیو هم اینه که برای شروع چه چیزایی میخواین؟ شما 3 تا چیز بیشتر نمیخواید. یعنی آقا یه بیزینس داره راه میندازید، 3 تا چیز. دیگه اینکه کامپیوتر میخواد، اصلا مهم نیست کامپیوتر خیلی قوی باشه و فلان میشه، کامپیوتر معمولی که به اینترنت وصل بشه، یعنی اینترنت با سرعت میخواد، همین ADSL که مثلا تو ایران هست، چیزایی که از کافیه. یه سرمایه حداقلی هم میخواد. حالا این مهم شد که آقا حداقل من چقدر پول داشته باشم. چون اگه خیلی پول داشته باشی میری خب یه بیزینس دیگه میزنی، میری تا تجارت طلا میکنه، تجارت فرش میکنه. نه، ببین دیگه کمترین رقمی که میتونید رو این بیزینس داشته باشین، که البته من به در حال بعداً میگم اینا برای تک تک اینا من ویدیو میسازم، یه کلوی، یه سرنخ کلی میخوام به نظرتون بدم. $50. اینم نشون به اون که من یه پسره رو میشناختم، این جالبش اینجا بود که 15 سالش هم بود، $50 داشت، بعد 1 سال $50 کرده $2000. مطمئنا اصلا این خیلی مادام موفقه دیگه، چون $2000 یه سال بعدش احتمال میکنه $80,000. اینش بخوام بگم معمولا، ولی با $500 یا $1000 شروع میکنه. چرا دارم میگم $50؟ میخوام بگم راه بسته نیست، فقط دیرتر به اون چیزتون میرسین. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی به اون درآمد آنچنانی میرسید. ولی یه لحاظای دیگه هم خوبه، چون ببین اوایل کار شما چون بلد نیستی ضرر میکنی. حالا فرض کن یه معامله رو بکنی، باز بکنی، یعنی یه معامله فرض کن پوند رو تبدیل به دلار بکنی، دلار رو تبدیل به پوند بکنی، ضرر بکنی. یه وقتی اگه $50 داشته باشی، مثلا فرض کن $1 ضرر میکنی، ولی اگر $1000 داشته باشی $20 ضرر میکنی. این برای یه کسی که مثلا رفته پول جمع کرده به $1000، $20 رقم سنگینه. خب ولی فرق نمیکنه در هر صورت در کل قضیه. یه جا شروع بکنیم، این خیلی مهمه که یه جا شروع بکنیم، که چون این از اون چیزاست که وقتی خوندی حتما باید در عملم انجام بدی. این برنامه نویسی، شما 150 تا دوره برنامه نویسی هم گذرونده باشی تا خودت شروع نکنی کد زدن، به هیچ جا نمیرسی. اینم همینه، شما 1000 تا مثل ویدیو من که چیه، بس
اساتید من بزرگ ترید جهانم، بری ویدیوهاشو ببینید تا خودت شروع نکنی ترید کردن، یعنی یه سری آزمون خطا انجام ندی، یه سری تجربه دست نیاری، به سوددهی نمیرسی. به خاطر همین یه لحاظی هزینه کم داشتن آدم بتونه رو مغز خودش تسلط داشته باشه، خسته نشه، بعدم نیست. چون وقتی داری ضرر میکنی حداقل کمتر ضرر میکنی تا وقتی که انقدر تجربه پیدا کرده باشی که بتونی با رقم‌های خیلی بزرگی حالشو ببری. این از ویدیو امروز. ویدیو بعدی اینم حتما بهتون توصیه میکنم نگاه کنید، چگونه سرمایه حداقل برای ترید به دست بیاریم. این اصلا کاری به فارکس نداره. این ویدیو بعدی من فقط توضیح میدم که آقا تو هر رشته هر شرایطی که هستی چیکار کنی، فرضاً این $50 رو در بیاری، این $500 رو در بیاری، بدون که خیلی اذیت بشی و به زحمت برسی بیفتی. به خاطر همین کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو خوشتون اومد لایک کنید و دیگران شیر کنید که منم یه ذره در واقع یه ذره که نه خیلی چیز بشم، خیلی خوشحال بشم، خیلی در واقع یه موتور محرکی باشه برای اینکه من بتونم این کانالمو جلوتر ببرم. مرسی، خداحافظ، تا ویدیو بعد.